به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوست عزیز. من سید ضیا حسینی هستم، قدردان خداوند برای این لحظه و برای این فرصت که میتونم لحظاتی رو با شما دوستای خوبم باشم. امروز میخوام شعر ملا صدرا رو یه بار دیگه ضبط بگیرم و ورژن جدید. در واقع ملا صدرا یه بار شعرش رو گفته، ولی من میخوام بعد از 4-5 سال دوباره یه تعبیر جدید و یه درک جدیدی از این فایل و از این صحبت ها بهتون بدم، یعنی از این در واقع شعر بهتون بدم. امیدوارم همین قدری که من لذت میبرم از خوندن این شعر و بازخوانی این شعر و مرور این شعر برای هزارمین بار شما هم همونقدر لذت ببرید. انقدر این شعر ملا صدرا از نظر من عمق داره که حالا کار داره بفهمیم این شعر چی گفته و اون نگاهی که ملا صدرا پشت این شعر داشته چقدر عمیق بوده که شاید مثلا سالها زمان ببره که ما بتونیم تو زندگی با عمق این شعر برسیم یا مثلش رو زندگی کنیم. من خودم یه بخشای از شعر رو حالا تو مسیر که داریم صحبت میکنیم میگم بهتون، یه بخشای از این شعر رو واقعا زندگی کردم، تجربه کردم، لمس کردم و برای همین شاید اینقدر این شعر دلچسب به من هست و سیر نمیشم از خوندنش و گفتم یه بار دیگه بیام دوباره، چون هر وقت هم میخونم احساسی میشم، یه جورایی قشنگ احساساتم درگیر میشه. گفتم یه بار دیگه بخونم با هم، یعنی بخونیم با هم در واقع، ببینیم ملا صدرا چی گفته. در قرنها پیش، 7-8 قرن پیش چه نگاهی داشته به خداوند و چقدر ما فاصله داریم با این نگاه. میگه خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان. خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچیک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. خداوندی که بی نهایت است، حد و مرز و وزن و شکل و شباهت و چهره و لم یلد و لم یولد، همون که تو قرآن گفته. نه شکلی داره، نه قیافه‌ای داره، نه وزنی داره، نه شبیهی رو داره، نه چیزی رو میشه بهش تشبیه کنی، نه میزان قدرتش رو میشه بسنجی، نه ابزاری هست که بشه اونو بفهمی، بشه درکش کنی، بشه ببینیش. دیدنی نیست و در عین حال لا مکانی هم نداره. هر جا که بری هست، تو هر سوراخ و سنبه‌ای بری هست، هر گوشه‌ای، زیر آب، زیر دریا، زیر زمین، نمیدونم، تو ابرها، تو پرواز، تو خواب، تو بیداری، تو تنهایی، تو یه اتاق درتو قفل کن، تو تاریکی، تو هر شرایطی، تو هر جایی، تو هر مکانی که قرار بگیری این خدا رو با خودت داری و بی زمان. هر زمان، هر ثانیه، هر لحظه‌ای که تو اراده کنی در دسترسه. هر ثانیه‌ای که اراده کنی در دسترسه. من واقعا تعجب میکنم، شاید خودم هم قدیم اینجوری بودم، یعنی درکم اینطوری بوده، نگاه همین شکلی بوده. بعضیا میگن خدا از ما فاصله گرفته، یا مثلا خدا از ما دور شده، یا خدا از ما قهر کرده. یه تعبیرای اینجوری دارن در مورد خدا. میخوام بگم دوستان، خدا اصلا چیز قهر کردنی نیست. من تو فایل خداوند چیست، خداوند کی صحبت کردم. اینا خدا چیزی نیست، اصلا موجودی نیست که قهر کنه، اصلا قهر کردن سرش نمیشه که. خدا همیشه وقت در دسترس است، چون انرژی هست و این کیهان هم تشکیل شده از انرژی. هر چی که شما میبینید، هر چی با این چشای فیزیکیتون میبینید و میتونید تجربه کنید، میتونید لمس کنید، جنسش جنس انرژی است و خدا هم جنسش جنس انرژی است.
یعنی همه چیز از خداست، یعنی خدا خودش رو در همه چیز جای داده است و از شما جدا نیست و خود شما هم باز دوباره انرژی هستید. یعنی خدا، من، طبیعت، درخت، آب، نمیدونم ابر، زمین، وسایل و اشیایی که با هم ازشون استفاده میکنیم در دسترسمون هست، این لپتاپ، فرش، خونه، هر چی که شما میتونید لمسش کنید، میتونید رو طبیعت ببینیش، جنسش جنس انرژی است. و خیلی چیزا هم هست که باز انرژی است که ما نمیبینیمشون، مثل همین کلامی که من دارم صحبت میکنم، صدای من به گوش شما میرسه و شما این صدا رو نمیبینی ولی میشنویش، یعنی توسط امواج یا انرژی به گوش شما میرسه، شما داری صدای من رو میشنوی ولی بدون سیم، بدون کابل و خودت هم شاید نفهمید چطوری داره این اتفاق میفته. بنابراین همه چیز از انرژی است و ما از این انرژی جدا نیستیم. یعنی من از این صدا جدا نیستم، از این انرژی که داره تبدیل به صدا میشه جدا نیستم، از این انرژی که تبدیل شده است به این لپتاپ من جدا نیستم، خداوند هم جدا نیست. یعنی همه چی یکیست. و این تعبیری که ما داریم مثلا میگیم من، تو، مال من، مال تو، اینا داستانایی که فریب خوردیم. در واقع من و تویی وجود نداره، ما هست، ما، فقط ما هستیم. ما کیه؟ خدا، من، شما، درخت، رودخونه، دریا، حیوانات، زمین، آسمان، هر چی که تو این طبیعت هست جزئی از این ما هست و ما از هیچ کس یا هیچ چیز جدا نیستیم و هیچ کس و هیچ چیز هم از ما جدا نیست. بنابراین اینکه تعبیر میکنیم خدا رو مثلا خدا از من دور شده، من از خدا دور شدم، فاصله افتاده، البته حالا شاید فاصله افتادن رو یه ذره صحبت کنیم با هم، فاصله افتاده و این تعبیرها رو داریم، یا خدا قهر کرده، نمیدونم خدا از من بدش اومده، خدا چه کار کردم ناراحت شد. اصلا این داستانی نیست. شما تصور کن یک انرژی پاک به نام خداوند در جهان داریم، یا انرژی در واقع چی بهش میگن معنوی، یا یه تعبیر دیگه هم میشه بهش گفت یه انرژی آگاهی میشه گفت، حتی میشه گفت یه انرژی بی‌نهایتی هست که قدرت بی‌نهایت داره، همون چیزی که مولا صدرا میگه قدرت بی‌نهایت داره، همه جا هست، بی زمان است و ما هر ثانیه که اراده کنیم این انرژی در دسترس ما هست. همین لحظه همین جا حضور داره این انرژی، اما تا به سمتش نری به سمتت نمیاد. طبق قانون جذب گفتیم به سمت هر چیزی بری اون چیزی میاد به سمتت. خدا هم از جمله چیزایی هست که مثل همون مثلا کسی که توجهشو میذاره روی مشکلات بیشتر میشه، توجهشو میذاره روی زیبایی بیشتر میشه، توجهشو میذاره روی پولش بیشتر میشه، توجهشو میذاره روی رابطه خوبو بیشتر تجربه میکنه، توجه میگذاره رو چیزای خوبو تو زندگیش بیشتر مشاهده میکنه و بالعکسش توجه میذاره رو قهر و شکایت‌های بیشتر رو دریافت میکنه. این توجه هر جا بره دقیقاً اون چیز رو میاره به سمت خودش. یعنی بارها ما تجربه کردیم تو جاده مثلا رانندگی میکنیم، اگر تصمیم نگیریم چاله چوله های جاده رو مثلا رد کنیم به صورت ناخودآگاه خیلی از چاله چوله های جاده رو نمیافتیم، ولی وقتی تصمیم میگیریم چاله چوله ها رو نیفتیم چون توجه میذاریم رو چاله چوله ها رو بیشتر تو مسیرمون دریافت میکنیم یا بیشتر درگیرشون میشیم، بیشتر تو چاله ها میافتیم. یعنی این تجربه‌ای که هممون داریم، نمیتونیم بگیم برامون اتفاق نیفتاده. هر زمانی تو جاده شما تصمیم میگیری تو چاله نیفتی، توجه تو میذاری روی چی؟ روی چاله و اون چاله جلوی راه تو سبز میشه، بیشتر سبز میشه، بیشتر درگیرش میشی، بیشتر میبینیدش، بیشتر میفتید داخلش و تو جاده باز میخوای پلیس مثلا نبینه تو رو جریمه نکنه، بیشتر پلیس رو میبینی و فکر کنید این چاله ها باشن خداوند، این چاله ها باشن این مثلا پلیس باشه خداوند، این زیبایی باشه خداوند، این چیزی که شما داری بهش توجه میکنی باشه خداوند. تا شما بهش توجه نکنید نمیاد سمتتون. یه انرژیه که یعنی همه انرژی این حالتی هن. انسان با قدرت افکارش، با قدرت ارتعاشش، با قدرت احساسش و با انرژی که در خودش داره
میتونه انرژی رو از خودش ساطع کنه که انرژی همسان با خودش رو از طبیعت جذب کنه. طبیعت پر از انرژی های پاک و ناپاک هست. انرژی های پاک رو ما میگیم انرژی های خداوند، انرژی های متعالی، انرژی های متعالی. انرژی های متعالی هم در این کیهان و هم اکنون در همینجا پراکنده هستند. ما اونا رو نمیبینیم چون ریز اتمن، از ریز اتم هم گذشته، ولی قراری نیست ما بدونیم بشناسیم این ریز اتم‌ها رو. اینا ذراتی هستند که پراکنده هستند در اطراف ما. چطوری ما میتونیم بهشون برسیم؟ با ارتعاشی همجنس خودشون. یعنی من میرم توجه رو میذارم روی خداوند و دلم میخواد خداوند رو جذب خودم کنم. وقتی توجه میذارم روی خداوند، این انرژی، چون دارم میذارم انرژی رو صرف خداوند میکنم، انرژی من چیزی از جنس خداوند میاره تو زندگی من. پس هر زمان که من بخوام اراده کنم میتونم این کارو بکنم. این قابل توجه دوستانی که تو تصورشون یا باورشون اینه که مثلا خداوند با من قهر کرده یا خداوند در دسترس من نیست، یا مثلا ببین یه تفکراتی داریم، خیلی چیزاشو من نمیتونم اینجا بگم. مثلا اگر خیلی مذهبی باشیم، مثلا مسجد رو فکر میکنیم یه جایی هست خدا بیشتر حضور داره، یا مکه رو فکر میکنیم خدا بیشتر حضور داره، یا اونجا میتونیم ملاقات کنیم. من میخوام بگم نه، خداوند همون چیزی که خودش گفته که من از رگ گردن به شما نزدیکترم. چه چیزی میتونه از رگ گردن به ما نزدیکتر باشه به جز یک انرژی که من دارم همین الان تنفسش میکنم، همین الان تو وجوده. یعنی من این نفس من انرژیه و این انرژی میتونه خدا باشه. میتونه خدا باشه. کی میتونه خدا باشه؟ زمانی که من با توجه به خدا این نفس رو میکشم، که وقتی میخوایم آروم بشیم میگیم نفس عمیق بکش. چرا؟ چون نفس عمیق انرژی هست که خدا رو با خودش داره و ما رو آروم میکنه در اون لحظه. بنابراین خدا در دسترس هممون هست هر زمانی که اراده کنیم. و مولا صدرا چقدر قشنگ اینو در قرنها پیش در یک بیت خیلی کوتاه و کوچک ذکر کرده. خداوند بی‌نهایت هست و لا مکان و بی زمان. یعنی یه نیروی بی‌نهایتی هست که اندازه، وزن، شکل، چهره، قیافه، هیچ کدوم از اینا رو نداره، اما مکانی هم نداره. در عین حالی که مکانی نداره، هر لحظه‌ای که شما اراده کنید تو هر زمانی میتونه شما بهش دسترسی پیدا کنید. یعنی جای خاصی نیست که شما برید دنبالش تو اون جای خاص اونو ببینید. خیلی همون تفکرمون اینه ها که مثلا بریم یه جای خاصی خدا رو ملاقات کنیم. خدا اون نفسیه که شما داری میکشیش الان. البته اگر این نفسه اون بار خدایی رو داشته باشه، یعنی یه نفسی شما آگاهانه میکشی با توجه به خدا، یه نفسی آگاهانه میکشی با توجه به مشکلات، با توجه به شیطان. اون موقع شیطان، این شیطان، این انرژی شیطان در شما فعال میشه. زمانی که انرژی خدایی رو میدی توی خودت، یعنی نفسی میکشی با آگاهی، با توجه به خداوند، این انرژی در تو جریان پیدا میکنه و همون لحظه میتونی احساسش کنی. بارها شده مثلا شما یه احساس خیلی خوب و شعفی مثلا یه جای نمیدونم از یه طریقی به شما رسیده، مثلا یه خبر خوبی رسیده، یه احساس خوبی رو دریافت کردید، اینقدر شور و شعف داشتید که بدنتون لرزیده، بدنتون گزگز شده، مرمور کرده، یه انرژی احساس کردید تمام وجودتون رو یه موج، یه لرز میگیره. بچه‌ها این لرز، این موج همون انرژیه که ما بهش میگیم خدا. پس میبینید چقدر ساده و راحت ما میتونیم این خدا رو در دسترس خودمون داشته باشیم. یعنی میتونیم داشته باشیم، دسترس که هست، میتونیم در خودمون داشته باشیم با احساس خوب که همه جا داریم صحبتشو میکنیم. تو همه فایل ها صحبت ما اینه که احساس خوب احساسیه که احساس متعالی است و احساس متعالی همون احساس خداست که ما میتونیم از طبیعت بگیریمش همین لحظه، همین جا. پس خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچیک می شود. حالا این انرژی که بی نهایت، قدرتیه که بی نهایت، چیزیه که همه جا در دسترس است، چیزیه که هر لحظه‌ای بخوای میتونه کمکت کنه، میتونه به دادت برسه، میتونه مسائل تو حل کنه. هر لحظه‌ای، هر زمانی، تو هر مکانی، هر جا شما گیر کنی این خدا حضور داره. برو زیر دریا گیر کن، این خدا حضور داره، میتونه اونجا کمکت کنه. داری از آسمون، از هواپیما غرق میشی، سقوط میکنی، این خدا میتونه کمکت کنه در اون لحظه. اگر بتونید
البته اینا شرط داره، در آخر شرطش رو مولا صدرا میگه، منم یه سری شرط ها رو میگم بهتون. شما میتونی در اون لحظه از این خدا کمک بگیری، اما تو اون شرایط سخت برای اینکه این خدا کمکت کنه شما نیازمند احساس خوب هستی و اینجاست که نمیشه، یعنی هر کسی نمیتونه تو شرایط سخت احساسش رو خوب کنه، چون احساس خوب من، احساس متعالی من این انرژی متعالی رو جذب میکنه. بنابراین تو شرایط سخت ما انرژی هامون خوب نیست، انرژیمون انرژی خدایی نیست که ما بتونیم این خدا رو تجربهش کنیم یا بتونه کمکمون کنه تو اون شرایط. اگر من بتونم تو سقوط، تو غرق شدن، تو شرایط سخت، تو زمانی که کسی رو از دست دادم، تو زمانی که مال ما از دست دادم، تو زمانی که یه چیزی رو باختم تو زندگی، بتونم احساس خودم رو خوب نگه دارم. گفتیم که احساس متعالی رو جذب میکنه. خداوند احساس متعالی است، انرژی متعالی است. این انرژی متعالی فقط با انرژی متعالی میاد سمت من و من اگر نتونم، اصلا بهانه‌اش مهم نیست بچه‌ها، من دارم غرق میشم، اگر نتونم اون احساس متعالی رو بدم میرم زیر آب، یعنی خداوند به داد من در واقع نمیرسه. اما اگر بتونم تو اون شرایط، یعنی بحث ایمان اینجا مطرح میشه، یعنی اینجا مشخص میشه در واقع که ما میگیم صحبت از ایمان و عمل هست. عمل یعنی چی؟ یعنی تو اون شرایط سختی که تو داری میری زیر آب بتونی این احساس متعالی، این امید، این ایمان رو داشته باشی، این احساس رو از خودت بروز بدی که بتونی این انرژی رو بیاری سمت خودت. این انرژی وقتی بیاد در تو ظاهر بشه میاد به فریادت میرسه، میاد کمکت میکنه، میاد ناجیت میشه. اما اگر نتونی این کار رو انجام بدی نمیتونه. اصلا این انرژی چیزی نیست که دلسوزی بخواد برای کسی کار کنه، ببینه تو داری غرق میشی بیاد بگه خب آقا زیا داره غرق میشه بریم دستشو بگیریم بیاریم بیرون. نه، دلسوزی نگاه نمیکنه، یعنی اصلا چیزی نیست که بتونه دلسوزی رو بفهمه. انرژی پاک داریم، ناپاک داریم. اگر من در اون لحظه انرژی ناپاک میفرستم چیزی از انرژی ناپاک دریافت میکنم، اون چیزی در من ظاهر میشه که ناپاکه، یا میگیم به شیطان. و من نیازه که در اون شرایط سخت بتونم این کارو بکنم. خب بسیار هم کار سختیه، منم میدونم. و معنای ایمان اینجا معنا پیدا میکنه دیگه. چرا 99% مردم صحبت از ایمان میکنن ولی تو عمل نمیتونن، تو عمل ضعیفن، تو عمل نمیتونن از پسش بر بیان. از همین پس همین مسئله‌ای که من دارم میگم که شما شرایط سخت قرار باشه تو نمیدونم تو مرگ یه عزیزی احساستو خوب نگه داری. چرا؟ چون میدونی که اگه نتونی این کارو بکنی شرایط برات سخت‌تر میشه و باید بتونی این کارو بکنی. حالا اون کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که بیشتر کار کرده، کسی که بیشتر رو ذهنش مسلطه، رو نفسش مسلطه، بیشتر قوانین رو میفهمه، درک میکنه و عمل میکنه. خیلی همین صحبت‌های منو درک میکنن ولی در عمل نمیتونن. مثلا الان یک کسی رو از دست داده، پدر، مادر، فرزند، یک کسی که خیلی دوستش داشته، همسر، و قانون رو میفهمه که باید احساسش رو خوب کنه، باید بتونه تو این بچه‌ها احساسی خوب منظورم این نیست که حالا برقصید، البته اگه بتونه این کارو بکنه که خیلی عالیه، ولی شاید تو اون شرایط اصلا کسی هم اجازه این کارو بهتون نده. ولی همین که بتونید متمرکز نباشید رو غمه، یعنی اون توجه وقتی میذاری رو، گفتیم رو هر چی توجه میذاری انرژیشو میاری سمت خودت. اگر شما توجهتو نذاری روی اون موضوع و بتونی توجه رو زیبایی ها بذاری، همون لحظه به زنده‌هات فکر کنی، به افرادی که هنوز داریشون فکر کنی و بابتشون قدردان باشی، بابت زنده بودن خودت قدردانی کنی، بابت زندگی که داری. خب یه مورد شما از دست دادی، یه عزیزی رو از دست دادی، هزاران عزیز دیگه هنوز داری. و هنر اون کسی داره، ایمان کسی داره که در اون شرایط میتونه، این تونستن خیلی مهمه، که توجه رو از چیزی که از دست داده، کسی که از دست داده، برداره بذاره رو چیزایی که داره. ما وقتی یک کسی رو از دست میدیم، یه نفر رو از دست دادیم، ولی این یه نفر شاید ذهناً میگیم این همه دنیای من بوده. به خدا که اگه همه دنیای شما باشه، اگر همه دنیای شما باشه، الان اجازه میدی یک کسی که الان همونجا در اطراف شما هستن، جز عزیزای شما هستن، اونا رو ازت بگیرن، اونو بهت بدن؟ حاضر نیستی. یعنی شما حاضر نمیشی اونو برگردونی یک کسی دیگه ای رو جاش بدی از عزیزات.
بنابراین ما تو تصورمون اینه که من کسی رو از دست دادم، همه چیز من بوده. نه، همه چیز شما نبوده، بخشی از زندگی شما بوده و شما هنوز چیزهایی رو داری که میتونی بابتش قدردان باشی، سپاسگزار باشی و در اون لحظات، در اون شرایط سخت توجه تو آگاهانه بذاری روش. اگر توجه بذاری رو چیزایی که هنوز داری، حتی تو همون مراسم سخت، تو همون شرایط سخت، بتونی توجه تو بذاری رو چیزهایی که به تو احساس قدردانی میده، به تو احساس بهتری میده، شما میتونی از پس این مسئله سخت خیلی بهتر از بقیه بر بیای. یعنی خداوند در تو جور دیگه ظاهر میشه و این غم خیلی تو رو اذیت نمیکنه. ولی اگه کسی نتونه همین کار رو انجام بده، یعنی شما دو تا خواهر برادر هستید یا دو تا داداش هستید، دو تا خواهر هستید، توی شرایط سخت مثل هم قرار گرفتید، دور از جونتون باشه، باباتون از دست دادید، دو تا خواهرید که بابا رو از دست دادید، ولی دوتاتون یکی کار کرده و قانون مسلطه و میتونه افکارش رو کنترل کنه، میتونه ذهنش رو کنترل کنه، میتونه مدیریت کنه افکار، ذهن و توجهش رو. یکی دیگه نکرده این کار رو، نمیتونه. دو تا تجربه کاملا متفاوت توی یه شرایط یکیه، سختی یکیه، هر دو بابا رو از دست دادن، اما اون یکی شاید له بشه، از بین بره، افسردگی بگیره و هزار داستان، ولی اون خواهر دیگه که کار کرده، قانون رو میشناسه، میتونه ذهنش رو مدیریت کنه، میتونه از پس اون مسئله بر بیاد، اون محیط رو، اون مردمی که جمع شدن مدیریت کنه خیلی خوب، خودش رو درگیر مسائل ناراحت کننده نکنه، درگیر غم نکنه، هم از پس اون مسائل بر بیاد، هم بعد از اون به زنده هاش بتونه توجه کنه، به زنده هاش و به زندگیش بتونه برسه. یعنی دو تا تجربه کاملا متفاوت، دو تا دریافتی کاملا متفاوت، دو تا دنیای کاملا متفاوت دو تا خواهر میتونن تجربه کنن. فرق میکنه اون خواهری که کار کرده، قانون رو میشناسه، درک میکنه، احساسات رو کنترل میکنه، با کسی که نه قانون رو درک میکنه، نه اگر درک میکنه میتونه بهش عمل کنه. بنابراین همه چیز برمیگرده به خود من که تو اون شرایط سخت من چه تجربه رو داشته باشم. تجربه من برمیگرده به آگاهی من، به دانش من از این قوانین و اینکه چقدر میتونم این قوانین رو در اون لحظه بهش عمل کنم. پس به قدر فهم من خداوند هم کوچک میشه هم بزرگ میشه. خداوند بی‌نهایت، اما ظرفی که من دارم از این خداوند برمیدارم، یعنی من چه مقدار از شبانه روز و توجه میذارم روی خداوند. اگر من توجه در 24 ساعت، در هفته، در ماه بر روی خداوند ندارم، این انرژی های خداوند در من جریان ندارن و ماهی اینقدر خداوند سهم من میشه، کوچیک میشه. اما اگر شبانه روز به این خداوند توجه دارم و این توجه فقط توجه نیست، یعنی اون اعتماد کردن هم هست. گفتیم تو شرایط سختی قرار میگیری باید اعتماد کنی دیگه. وقتی توجه میذاری اینور، یعنی داری انرژی های پاک میفرستی، در واقع انرژی های بهتری رو میفرستی و خداوند بهتر در تو ظاهر میشه و مقداری که میتونی این خداوند رو در واقع زندگیش کنی یعنی انرژیش رو بفرستی، انرژیش رو بگیری، انرژی پاک رو بدی، انرژی خداوند رو بدی، انرژی خداوند رو بگیری. به این مقدار شما میتونی خداوند رو زندگی کنی. حالا یک کسی ممکنه هنوز یک کلمه از حرفای منو نشنیده، نه میفهمه. البته شنیدن میدونم کمتر شنیدید این صحبت ها رو، یعنی من ندیدم جایی، نفهمیدم خودم واقعا این درکی که خودم دارم از خداوند. و اگر که ما نتونیم وقت نذاریم برای خودمون و توجه نذاریم و دنبال این انرژی پاک نباشیم تو زندگی، خب طبیعیه که نمیتونیم داشته باشیم و وقتی نداشته باشیم آشفتگی هست تو زندگی ما، درگیری هست تو زندگی ما، میشه هزار داستان. یعنی من انرژی ناپاک رو وقتی دارم توجه میذارم، این انرژی ناپاک میشه زندگی من. انرژی ناپاک چیه؟ تصادفات، خسارت ها، جریمه ها، بدبیاری ها، طلاق ها و هزار داستان. البته حالا میگم طلاق و جریمه اینا در جای خودشون خوبن، چون بعدش دوباره ما رو هدایت میکنن به جای بهتر، ولی میتونن نباشن تو زندگی ما. ما میتونیم از ابتدا جوری انرژی رو مدیریت کنیم که جلوی این حوادث رو بگیریم. خیلی از اینا با مدیریت ذهن، با مدیریت انرژی، بچه‌ها به خدا من اینا رو تجربه زندگی ما
ملا صدرا اینو 700 سال پیش گفته، ولی من تجربه شخصی خودم اینه. من 90 خورده درصد از مسائل، نه خیلی بیشتر، نمیتونم بگم حالا 100%، ولی بالای 90% از مسائل و مشکلاتی که قبلا تو زندگیم تجربه میکردم، مثل درگیری بانکی، درگیری با تعزیرات، درگیری با پلیس، درگیری با جریمه، دادگاه، یه مسائل اینجوری دیگه هممون فکر میکنیم طبیعی هست. الان 10 سال خدا شاهده من ندارم، من اصلا مطلقاً اینجور مسائل تو زندگیم نیست. یعنی باور کنید به صفر مطلق رسیده، چون که کنترل میکنم و واقعا هم کنترل میکنم. من اینو خانواده‌ام اگه دسترسی داشته باشید بپرسید ازشون، خیلی خوب میتونن بگن که من اگر احساس کنم الان شرایطی هست که نمیتونم انرژی رو کنترل کنم، من اون شرایط رو ترک میکنم. اصلا برام مهم نیست کی ناراحت میشه از دستم. من میدونم که اگر من تو اون شرایط بمونم، منم میشم آلوده اون داستان. یعنی یه جایی که غبار آلوده، دود، گرد و خاک، به هر حال میکروب، خب ویروس. شما تصور کن فضای منفی فضای ویروسی باشه، فضای غم فضای ویروسی باشه، فضای آلوده باشه، فضای ناپاک باشه، فضای گرد و غبار باشه. مگه شما تو گرد و غبار میرید؟ اصلا بگن آقا فامیل مادرتون تو گرد و غباره، نمیدونم نشسته نمیخواد از جاش بلند شه، شما تا یه جای تلاش میکنی مادرتو از گرد و غبار، یه جایی میبینی خودت داری خفه میشی، چیکار میکنی؟ مادرتو میذاری میری. میگه خب اون نمیخواد به خودش کمک کنه، دوست داره گرد و غبار رو بخوره بمیره. اصلا من نمیتونم به اون کمک کنم، ولی میتونم خودم رو نجات بدم. خیلیاتون الان من اینا رو میگم شاید مثلا یه ذره تعصبی بشید رو صحبت‌های من. برگردید به 3-4 سال پیش، زمانی که کرونا اومده بود، مردم جوری احساس خطر میکردن برای خودشون مهم شده بودن. یعنی خیلی راحت اینو تصور کنید میشه همون. یعنی دقیقاً این قانونی که من دارم صحبت میکنم و شما عملاً همتون تقریبا تجربه کردید تو زمانی که کرونا اومده بود، که شما میفهمید به هر کسی نزدیک بشید اونو میگیرید. یعنی انرژی اینه دیگه، اونم یه انرژی ناپاکه دیگه، اون ویروس هم یه انرژی ناپاکه، ولی اونو شما داری فیزیکی میبینی. مثلا افرادی رو میبینی گرفتن، با چشمت میبینی فرار میکنی. و ما همین الان هم این انرژی ناپاک، این ویروس رو همین اطرافمون داریم، نمیبینیمش، ولی اگر بهش توجه کنیم فکر کنیم میتونیم همین الان هم بگیریم اونو. ولی تو اون روزها مردم چون آگاهی از قانون ندارن، ولی با چشم فیزیکی با چشمشون میدیدن مادره گرفته، بابای گرفته، داداشه گرفته. وقتی میفهمیدن چیکار میکردن؟ نمیرفتن، گفتن آقا من که برم کمکی به اون نمیشه، ولی منم آلوده میشم. حالا اگه فکر کنید یه مراسم غم، مراسم ناراحتی، مراسم عزا که مال مثلا فرض کن عزیزتون هست، مال یه کسی دوستی آشنایی هست، بفهمید شما هم برید اونجا آلوده میشید، چیکار میکنید؟ شما با رفتنت از آلودگی کم نمی‌کنی، ولی خودتو آلوده می‌کنی. پس قانون میگه تو باید بتونی خودتو از این شرایط بیاری بیرون. حالا اینکه عواطف تو اجازه نمیده، رگ تو اجازه نمیده، غیرت تو اجازه نمیده، اینا رو دیگه من کاری ندارم. شما میتونی انتخاب کنی بری اونجا باشی. من شخصا از زمانی که قانون رو میشناسم، تو همچین مواردی رو حتی اگر یه جای گیر کنم، یعنی مثلا مجبور باشم، فرار میکنم. اگر بتونم نمیرم، آگاهانه نمیرم، به بقیه هم میگم آقا من نمیام، خودشون هم اخلاق من رو میدونن. و اگر هم جایی باشه که خیلی گیر باشم، واقعا فرار میکنم، چون میدونم تو اون شرایط موندن هیچ کمکی به من نمیکنه. انرژی متعالی من رو از من میگیره، من رو خالی میکنه، من رو پر میکنه با افکار منفی، انرژی های ناپاک، و سطح انرژی منو میاره پایین. و من اگر بخوام یه آدمی باشم که همیشه پر انرژی باشم، این انرژی رو بتونم به شما انتقال بدم، بتونم خودم ازش لذت ببرم، بتونم خودم رو درمان کنم، بتونم دانشجو رو درمان کنم، کسی که مراجعه میکنه درمانش کنم از طریق کلماتم، از طریق حرفام، از طریق آگاهی هایی که بهش میدم که هزار اتفاق افتاده. من اگر بخوام این کارو بکنم، من باید مراقب این انرژی پاکم باشم. این انرژی متعالی رو نباید بذارم گرد و غبار روش بشینه. حالا دیگه بهانه‌اش هر چی میخواد باشه. گفتم شما 2 تا حالت دارید. میریم ان شاءالله دوره زبان خداوند رو داریم در پیش به زودی که شرکت کنید. پیشنهاد میکنم، فوق العاده است. من اونجا حرفایی رو میزنم، خیلی چیزاشو نمیتونم اینجا رایگانه بگم، که شما اگر احساست رو نتونی کنترل کنی، عواطفت رو نتونی کنترل کنی، از بین میری. اصلا تعارف نداره. وقتی میگیم
خداوند یک انرژی هست که نمیتونه بفهمه تو مشکل داری، فقط به انرژی تو جواب میده. تو باید تحت هر شرایطی این انرژی رو حفظ کنی. اصلا مهم نیست تو میخوای خواهرتو راضی کنی ولی خودت ناراضی بیرون میای، تو میخوای مادرتو راضی کنی، اونو که نمیتونی راضی کنی ولی خودت ناراضی میشی، خودت ناراضی بیرون میای. اصلا قانون اینه. تو رفتی تو گرد و غبار، نمیتونی بگی من میرم یه جایی که غبارآلوده، گرد و خاک ریزه گرد داره میاد. مثلا دیدی زمانهای ریزه گرد میاد، نمیدونم تجربه داشتید یا نه. من میرم تو این داستان، مادرم چسبیده اونجا میگه نه من میخوام همینجا بمونم، خواهرم میگه من میخوام بمونم اینجا، حتی اگر بمیرم. اینا میشه اعتقادات ما، اعتقاد به اون جای غم، جای ناراحت کننده. بعضی اعتقاد دارن، این اعتقاده میشه همون که طرف تو غمش مونده، یعنی انگار تو اون گرد و غبار مونده و حاضر نیست از غمش بیا بیرون. یعنی بیا تو شادی من شرکت کنه نمیخواد، ولی دوست داره من برم تو غم اون بشینم. خب هم اون توقع بیجاست، هم این رفتن من اشتباهه و من باید اینو اینجوری بفهمم. یعنی من دارم مثال میزنم که خوب بفهمید. اینو اینجوری بفهممش. فرض کن اون انرژی ناپاک، اون غم باشه یه فضایی که دوده، شما دارید خفه میشید، داره گلوی شما رو فشار میده، داره نفس شما بند میاد، داره گرد و غباریه که قشنگ حس میکنی داره میره تو گلو، داره خفت میکنه. مادرت هم نمیخواد بیاد از اونجا بیرون، چه کار میکنی؟ این زمان کرونا است، میگه خب تو نمیخوای، من باید خودم رو نجات بدم. مادر من دوست نداره از اون فضا خارج بشه، نمیخواد از غم بیاد بیرون، نمیخواد از اون گرد و غبار، چسبیده به اون گرد و غبار، فکر میکنه متبرکه. من چه کارش کنم؟ من دارم برای میام چیکار میکنم؟ من فضا رو ترک میکنم میام اینور. مادر من ناراضی میشه، چه کار کنم؟ مادر من دوست داره منم کنارش بشینم از اون گرد و غباره بخورم، ولی خوردن گرد و غبار من کمکی به مادر نمیکنه. پس دیگه خیلی هم طولانی شد بحثمون، صحبت کردیم، توضیح دادم. و به قدر نیاز تو فرود میآید. این نیازه یا اون به قدر فهم تو کوچک میشه، همه چیز دست منه. خداوند رو تصور کنید یه دریای بیکرانی هست، بی نهایتی هست که تمامی ندارد. اما چون که تمامی ندارد، من نمیتونم از این تمامی ندارد همش رو تو زندگیم داشته باشم. من چقدرش رو میتونم داشته باشم؟ به مقدار ظرفی که با خودم دارم. یعنی من مثلا فرض کن شما میری دریا، مثلا این دریای باشه خدا، شما میخوای از این خدا برداری برای خودت، برای زندگیت استفاده کنی. به مقداری که شما ظرف با خودت میبری میتونی از این خدا برداشت کنی. یعنی اون لیوان آبی که شما میزنی تو دریا جنسش جنس خداست، چون هم جنس آب دریاست. آب دریا همش خداست، جنسش خداست. خب شما از این خدا چقدر میتونی برداری؟ استکان. اگر شما یه استکانی رو برداشتی، به این معنا نیست که خداوند کوچیکه، به این معناست که خداوند در زندگی شما به اندازه استکان کارگشا می شود. شما یه استکانی رو بردی، خداوندی رو برداشتی، این قدر کوچولوه و این خداوند کوچولو کاراییش هم کوچولوه تو زندگی. درست خداوند اصلی بی‌نهایته، ولی خداوندی که تو داری تجربهش میکنی کوچیکه. به اندازه یه استکان تو زندگیت ظاهر میشه، به اندازه یه استکان کارایی داره تو زندگی. و خداوند کجا معلوم میشه کوچیکه؟ اونجایی که ما خدا میکنیم نه، هممون این خدا رو میکنیم، هممون خیلی ادعای با ایمان بودن و با خدا بودن و این داستانا رو داریم، ولی در شرایط خودمون رو نشون میدیم. کجا واگذار میکنیم، کجا میگذاریم دست خدا، چقدر از مسائل زندگی رو میذاریم دست خدا، چقدر تو شرایطی که قرار میگیریم، یا نمیدونم حالا شرایط مالی باشه، همون مراسم باشه، بیماری باشه، چقدر ما به سمت خدا میرویم، به خدا اعتماد میکنیم تو اون لحظات سخت، چقدر به دارو و دوا و دکتر و پدر و مادر و خواهر و داداش و دوست و رئیس و فامیل و بزرگتر و پارتی و چقدر اینا تو زندگیمون جایگاه دارن. چه ظرفی بردیم از اینا، چه ظرفی بردیم از خدا. و ما در عمل معمولا ظرفی که سمت خدا میبریم شاید هیچه. باور کنید شاید هیچه. کسی که مثلا تو شرایط سخت قرار میگیره، اول تو ذهنش میاد مادرم میتونه کمکم کنه، اول تو ذهنش میاد داداشم میتونه کمکم کنه، دکترم میتونه کمکم کنه، فقط این قرص، فقط این دارو، فقط این فلان. این هنوز پیمونه سمت خدا نبرده که خداوند هست، اونم حرفشو میزنه، من به خدا اعتماد دارم، من خداوند تو زندگی من فلان است. ولی خب اگر هست چرا نمیری سمتش؟ چرا نمیری سمتش؟ اگر نمیری سمتش هنوز
یه مسئله داری میگی بابا، مادر، شوهر، تکیهگاه اونجایی که کار میکنی، شرکتی که کار میکنی، تکیهگاه دوستت، رفیقت، حلال مسائل رفیقت. تو هنوز جایی برای خدا باز نکردی تو زندگیت که دریای بیکرانه، همین الان هم حضور داره، لا مکان و لا زمان. اما تو به مقدار ظرف تو حاضر میشه تو زندگی. و حالا یک کسی استکانی میره برمیداره، یک کسی که اصلا نمیشناسه این داستانا رو، اصلا سمتش نمیره، همش تو مشکلات و عذاب زندگی میکنه. یک کسی یه استکان برمیداره به اندازه استکان یه کوچولو، مثلا در هر 500 مورد یه مورد خوبم تو زندگیش پیدا میشه، هر 100 مورد یه مورد خوبم پیدا میشه، یه مورد حال خوبم پیدا میشه، 99 تاش عذاب، رنج، درد، مشکلات، مریضیه. یک کسی این ظرفه رو بزرگتر میکنه، مثلا یه کاسه است، یک کسی یه دبه است، یک کسی یه تانکر برمیداره از این آب دریا، دریای بی‌نهایت، شما هر چی برداری تموم نمیشه. و یک کسی میره یه برکه درست میکنه، به اندازه برکه اون خدا تو زندگیش ظاهر میشه. یک کسی هم میاد چه کار میکنه بچه‌ها؟ دیگه ظرف اینجوری نمیبره، میاد شیرجه میزنه توی اون بی‌نهایت، شناور میشه تو اون بی‌نهایت. کی شناور میشه؟ اون کسی که تمام زندگیش رو در بس میذاره خدا مدیریت کنه، خدا هدایت کنه، تسلیم مطلق. کی میتونه تسلیم مطلق باشه؟ دیگه خودتون فکر کن. شما میتونی؟ بودی؟ تسلیم مطلق بودی؟ میدونی چقدر ساده است یا چقدر سخت است؟ مقدارش رو میدونی؟ به مقداری که میتونی تسلیم باشی، اون مقدار مشخص میکنه خدا تو زندگی تو چقدر حضور داره. مریضی، بیماری، مشکل داری، تو شرایط سخت هستی، به مقداری که میتونی تسلیم باشی، به مقداری که میتونی اعتماد کنی، به مقداری که آرامش داری، به مقداری که الان تو شرایط بیماری هستی، اصلا از همه جا رد کرده دکتر، به مقداری که تو میتونی آروم باشی تو این شرایط، خدا تو زندگی تو ظاهر میشه. به مقداری که ناآرامی ازش فاصله داری. این خیلی ساده است. به مقداری که ناآرام هستی تو زندگیتون، این انرژی لا مکان و لا زمان، همین اکنون هست، همینجا حضور داره، تو میتونی ازش استفاده کنی. اما اگر ناآرامی در تو کنارش قرار داری، اما ظرف با خودت نداری و در تو ظاهر نمی شود، چون نشانه خداوند وقتی که در آدم ظاهر میشه، حضور پیدا میکنه، یعنی اون انرژی رو تنفس میکنی، در واقع نشانش آرامشه، نشانش خیال راحت، نشانش بدو نیست، نشانش عجله کردن نیست، شتاب کردن نیست، از سر و کول همدیگه بالا رفتن. اینا نشانهای خداوند نیست، اینا نشانهای ذهنه، اینا نشانهای اون جنس مخربه هست، جنس شیطانی هست. جنس خداوند جنس شتاب نیست. رودخانه دیدید اصلا شتاب کنه، زود بخواد اون یه مقدار آب بخواد از بقیه رد کنه بره، مثلا زودتر برسه به مقصد، نه، خیلی روون و راحت، همشون جاری هم تسلیم، به سنگ میخوره میاد یه ذره بغل رد میشه میره، نه دعوایی، نه درگیری، نه خشمی، نه هیچی. زندگی باید این حالتی باشه. اگر این حالتی نیست، هر مقداری که از این حالت خارج هست، همون مقدار از خداوند دور است. به قدر آرزوی تو گسترده می شود. پس منی که خداوند ظرفیتش تو زندگیم کمه، یا حجمی که بهش دادم کمه، یا مقدار اندازه‌ای که براش دادم کمه، نمیتونم آرزوی بزرگی هم نمیتونم بکنم. یعنی شما میتونید اینجا خودتون رو تست بزنید، خودتون باشید قاضی خودتون و تست بگیرید از خودتون، ببینید آیا فقط آرزو، بیشترم نه، آیا میتونید آرزوهای بزرگ بکنید؟ این که بچه‌ها بتونید آرزوی بزرگ بکنید از یک اعتمادی میاد. یعنی شما به اون در همون ظرف بزرگی داری که میتونی آرزوی بزرگ بکنی. اگر شما مثلا یه مسئله داری تو زندگیت که با 5 میلیون تومان حل میشه و الان براش عزا گرفتی، خداوند بی‌نهایته، این 5 میلیون تو اصلا دیده نمیشه براش، خب ولی تو عزا براش گرفتی، خداوند در زندگی تو اندازش زیر 5 میلیونه، عرضه حل کردن موضوع تو رو نداره.
خداوندی که تو زندگی تو کارگشا میشه. ما به خداوند کل کاری نداریم. خداوند کل حلال تمام مسائل هست، ولی من مسائل شخصی خودم رو دارم، خداوندی رو هم در کنارش دارم که حلال مسائل من هست. این خداوند چقدر از مسائل من رو حل میکنه؟ به مقداری که من میتونم مسائل کوچک و بزرگم رو بذارم در اختیارش. یه وقت میبینیم من مسئله 5 میلیون تومانی رو نمیتونم به خدا واگذار کنم، راحت اینجا بشینم بگم درست بشه، یعنی به زندگی ادامه بدم، بگم خداوند برام درست میکنه. شروع میکنم دست و پا زدن. این شروع میکنم دست و پا زدن برای چیه؟ برای اینکه من اعتماد ندارم. حرف و ولش کن. اعتماد ندارم، ایمان ندارم. اگه نه، من 5 میلیون باشه، 500 میلیون باشه، 5 میلیارد باشه، اصلا هر چی باشه، مقداری که من میتونم تا یه جای دیگه. این نمودار هر آدمیه دیگه. نمودار ایمان ما تو این شرایط مشخص میشه که من مسئله چند اندازه‌ای رو میتونم بدم خدا حل کنه، بذارم مثلا خیالم راحت باشه. ممکنه 5 میلیون رو خیلی راحت میتونم بذارم، بسپارم، بگم درست میشه و اصلا درگیرش نباشم. اما اگه به 10 میلیون تبدیلش کنم این مبلغو، نیاز رو میبینم ناآرام. پس من خدام هنوز به اندازه 10 میلیون نشده بی‌نهایت، ولی به اندازه به اندازه فهم من یا به اندازه نیاز من فرود میاد. نیاز من فعلا روی 5 میلیون میتونم روش حساب کنم، من روی 10 میلیون نمیتونم روش حساب کنم. هنوز بعد روی این باوره، روی این اعتماده، روی این ایمانه کار کنم که روی 10 میلیون هم آروم بگیرم وقتی که 10 میلیون بدهکاری دارم یا نیاز دارم. اینجا شما خودتون رو میتونید بسنجید. بچه‌ها یه ذره دست از فریب دادن خودمون میخوایم برداریم دیگه. نمیخوایم با حلوا دهنمون رو شیرین کنیم، خدا نکنیم. بیایم ببینیم در عمل کجای کار هستیم. تو شرایطی که باید واگذار کنیم، تو شرایطی که باید بذاریم بریم، تو شرایطی که شرایط سخت میشه برامون، تو شرایطی که چیزی رو از دست میدیم، کسی رو از دست میدیم، چجوری ظاهر میشه. اون ظاهر شدنه نشون میده من خدا کجای زندگیم هست، یا چه میزان براش این خدا تو زندگی من چقدر کارگوشا هست. بنابراین من که میگم ملا صدرا، خیلی از یه بخشای زیادی از شعر ملا صدرا رو من زندگی کردم. خب من کسی بودم که سال 95 بعد از یک درکی، بعد از یک آگاهی، بعد از رسیدن در واقع به یک درکی، من تمام زندگیم رو گذاشتم و رفتم. یعنی یه زندگی دربست، 2-3 تا بیزینس بوده، یه فروشگاه خیلی بزرگ بوده که مثلا حاصل 15 سال تلاش من بوده، یه کارگاه تولیدی داشتم، یه دفتری داشتم که مربوط به یه بیزینس دیگه بود، خاروبار و شرکت و این داستانا بود. شرکتی ثبت داده بودیم، خاروبار میفروختیم، پسته، آجیل، از این داستانا. باز یه سایتی داشتیم مربوط به اون کار بود. یعنی از نظر بیزینسی اینا بودن. در کنار اینا این رشته رو تازه مثلا وارد شده بودم توی حوزه، شاید 2-3 سال بود. و من وقتی که به این درک میرسم، به این آگاهی میرسم، یعنی در واقع همین که شاید توجه بیشتر رو گذاشتم روی خدا، توجه گذاشتم، انرژی خدا رو بیشتر دریافت کردم. یعنی دسترس همتون هست، چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی چیزی که پیغمبرای ما تجربه کردن، بچه‌ها دسترس همتون هست به خدا. اینو از من بپذیرید، دسترس همتون هست. پیغمبرا درگیر مسائل جامعه نبودن ها. این درگیریایی که ما داریم، اون در انرژیشون صرف اینا نمیشد. اونا شبانه روز انرژیشون، تمرکزشون، توجهشون صرف انرژی خداوند میشد و این خداوند در اونا جریان پیدا میکرد و اونا دریافتیایی رو داشتن، زندگی رو زندگی کردن، معجزه بار، همه چی معجزه بار اتفاق میافتاد براشون. نه اینکه فکر کنید مثلا یه چیز عجیب و غریب بود، اونا خیلی خاص بودن. نه، خاص نبودن، خاص رفتار کردن، خاص باور کردن. این خاص باور کردن اونا رو خاص کرد، تفاوت ایجاد کرد. همین الان ما میتونیم خیلی خاص زندگی کنیم. همین الان هر کدوم از شما تعهدش رو بده، با من بیا، من خاص بودن رو کاری میکنم، تو میتونی تجربهش کنی. خاص، یه اتفاقی میفته خاص برای تو، زمانی که میتونی این انرژی رو کنترل کنی. اگر گرفتار حوادث باشی، گرفتار حواشی باشی، گرفتار جامعه باشی، گرفتار افکار عمومی باشی، این انرژی رو نمیتونی داشته باشی تو زندگیت. اونا اینجوری رفتار کردن و منم سال 95 روزکاری میکنم. سال 95 بعد از چند سال کار کردم، من تمام توجهم روی این انرژی بود. یعنی کلا در و دیوار خونه رو نوشته بودم، توی 4 دیواری خودم رو گذاشته بودم و کار میکردم.
به اینم فکر میکردم که من خدا چیست؟ خدا کیست؟ کجاست؟ چجوری میتونم بیشتر داشته باشم؟ چجوری میتونم بیشتر بشناسم؟ یعنی تمام سوالات من، سرچ من در مورد خداوند بود. شما مثلا فکر کن تو جاده داری سرچ میکنی چالاها کجا که میفتی توشون، من دارم سرچ میکنم خداوند کجاست؟ خداوند چیست؟ خداوند چطوری پیدا میشه؟ چطوری میتونم ارتباط بگیرم؟ و همش فکر و ذکرم بود خداوند. و وقتی که من دارم سرچ میکنم اونجا دست اندازهای بیشتری میبینی، اینجا خدا رو بیشتر تو زندگیت میبینی. بعد به یک بار اتفاق میفته تو زندگی من که اون درمان ها شروع میشه، شفاعت ها شروع میشه، اون حضور متعالی، اون انرژی متعالی، اون اصلا حرف های متعالی، اصلا یه اتفاقایی که حالا دوره رویاها صحبتشو کردم. و در کنار همه اینها من زندگیم از تو روستا بلند میشه، یک دفعه میره کشور ترکیه. یعنی فاصله خیلی زیادی در واقع ایجاد میشه بین زندگی قبل و زندگی بعد. و من میرسم به یک بلوغ فکری، اصلا یه آگاهی درونی میاد که باز میرسیم در نهایت در انتها توی شعر مولا صدرا که خداوند همه چیز میشود همه کس را. و وقتی همه چیز میشود همه کس را، برای من اینطوری شد که من احساس کردم صاحب همه چیز هستم. این همه چیزی یه احساس بود، نه اینکه من داشته باشم. من هر چی داشتم رها کردم. یعنی هر چیزی که شما فیزیکی میدوی دنبالش که به دستش بیاری رو، مثلا من این مقدارشو داشتم، مغازه داشتم، شرکت داشتم، خط تولید داشتم، تولیدی داشتم، یه سایتی داشتم، اونا رو میفروختم. و بچه، زن، خانه، پدر، مادر، محل، زندگی، اصالت، چه میدونم، هزار چیز بوده. 40 خورده سال توی محل، چقدر آشنا، چقدر دوست و رفیق، چقدر خاطره. بچه‌ها من به یک باره بوسیدم رفتم. یعنی جایگزین کرد خداوند برای من، نه اینکه چیزی بیاره تو زندگی من. احساسی که ما همش داریم صحبت احساس میکنیم، میگیم همه چی احساسه. وقتی اون احساس بی‌نهایت در تو ظهور کنه، همون خداوندی که از رگ گردن به تو نزدیکتر، وقتی تمام وجودت رو بگیره، تو عین خدا احساس غنی بودن میکنه، احساس بی‌نیاز بودن میکنی. اصلا مهم نیست چی داری چی نداری، احساس بی‌نیازی رو تجربه میکنی. یعنی احساس میکنی صاحب کل دنیایی، فرزندت نیست جاش پره برات، یعنی مثلا اصلا درگیرش نیستی، وابستگی نیست، دلبستگی نیست، چسبندگی نیست، گیر نیست، دلواپسی نیست، بدهکاری نیست، هیچی نیست. وفوره، فراوانیه، غنی بودنه. و این تجربه شخصی من بود. تو شعر مولا صدرا رو میرسیم بهش، من دارم قبلش صحبت میکنم، قبلش دارم توضیح میدم. احساس غنی بودن، این احساس غنی بودن وقتی که در آدم ظهور کنه، دیگه مهم نیست چی داری. اصلا اون چیزی که مردم به عنوان داشتن میدونن، تو دنبال اون نیستی، تو دنبال یه داشتنی هستی که همه ازش غافلن. و این شد که من زندگی رو گذاشتم و رفتم. و این تجربه شخصی من بود. من از تمام چیزهایی که مردم دنبال میکنن میدوان، خودم دویدم سالهای سال به دست بیارم که عشق و آرامش رو توشون ندیدم، خوشبختی رو توشون ندیدم. در واقع مثلا بودن کیف میکردم، ولی خوشبختی رو من ندیدم تو اونا. عشق رو تو اونا من پیدا نکردم. راه باز کردم به اینجا. میخوام بگم اونا نبودن، مهم اونا نبودن. وقتی فهمیدم دنیای مادی رو در واقع گذاشتم و اومدم تو دنیای معنوی، یا تو همون دنیای متعالی، انرژی متعالی شروع کردم. انرژی متعالی رو تجربه کردم. وقتی که تو میفتی تو فضای یا فرکانس انرژی متعالی، دیگه دنیای مادی برات بی‌معنا میشه. رفتار مردم، دوندگی‌هاشون برات بی‌معنا میشه. من الان اینا رو میگم جبهه نگیرید. به خدا بی تفاوت میشی، بی‌معنا میشه اصلا کارهای بقیه. اون دوندگی‌هاشون، دست و پا زدنشون، اصلا یه تلاشایی میکنن، میفهمی بیهوده است. یعنی قشنگ نگاه میکنه میگه داره دست و پا میزنه، کاری هم نمیشه براش بکنی. یا پدر مادرتو نگاه میکنی میبینی دارن دست و پا میزنن، خانواده‌تو نگاه میکنی میبینی دارن دست و پا میزنن، بی جهت خودشون رو میکوبن به در و دیوار. چون با این انرژی متعالی همه اینا درست میشه. اصلا بدون که چیزی بیاد فیزیکی تو زندگی شما، چیز فیزیکی نمیاد. بچه‌ها در شما شور، شعف، احساس پر بودن ایجاد میشه، احساس وفور، احساس فراوانی، احساس بی‌نیازی، احساس ایجاد میشه. وقتی شما همچین احساسی داشته باشید، دیگه اصلا گیر تلویزیون نیستی، گیر ماشین نیستی، گیر خونه نیستی، گیر بچه نیستی، گیر اولاد نیستی، گیر پدر مادر نیستی، گیر جامعه نیستی، گیر اخبار نیستی، گیر کی رئیس جمهور، کی میاد کی میره نیستی.
خودت میشی و دنیای خودت. دنیای خودت چی؟ یه دنیای بی‌نهایتی مثل هم دریای بی‌نهایت. شناور شدی توی دریایی که تهی نداره. این احساس رو داری که هر چی بخوای دست می‌کنی برمی‌داری. اصلا قرار نیست الان باشه، تو هر چی بخوای دست می‌کنی برمی‌داری. که توی سریال امپراتوری عشق قسمت 11 12 13 من صحبت کردم. من هر چی من می‌خواستم ظاهر می‌شد. همون لحظه که می‌خواستم اتفاق می‌افتاد. من از قبل داشتم پرده روش بود. همین الان هم داریم پرده روشه. وقتی که با اون انرژی هماهنگ میشی در واقع جهان میشه مال تو صاحب جهان میشه. این احساس رو در واقع میتونی تجربه کنی. خب پس میشه به قدر آرزوی تو گسترده میشه. اگه نمیتونی آرزوی بزرگ بکنی این نشانشه که به هر مقداری البته میتونی آرزو کنی، نمیگم نشانشه، یعنی شما ببین چقدر آرزوهای چند اندازه‌ای داری، به همون مقدار خدا تو زندگی چقدر کارگشا میشه، به قدر ایمان تو کارگشا میشه. ایمان اونجایی که واگذار میکنه. در واقع این فایل رو من یه بار ضبط گرفتم 2-3 روز پیش. خیلی صحبت‌های خوبی هم شد ولی کیفیت تصویرش خراب شد، مجبور شدم نذارمش توی سایت. اومدم از اول دارم ضبط میگیرم. خب یه سری صحبت‌ها اونجا اومد، اینجا دیگه امروز نیومد، ولی یه چیزی رو میخوام بگم. بچه‌ها تسلیم بودن، ایمان داشتن در عمل به این معناست که وقتی چیزی میآید وارد زندگیتون میشود خداوند را سپاسگزارید. وقتی چیزی هم از زندگیتون میرود هم خداوند را سپاسگزارید. یعنی ماها ببینید چقدر این نگاه براتون آشناست یا چقدر تجربه کردید، چقدر خودتون اینجوری هستید، چقدر دور اطرافتون هستن که وقتی چیزی وارد زندگی آدم میشه، اون آدمی میشه، میاد یه چیزی تو زندگیش یه چیزی رو به دست میاره، خدایا شکرت، شاید ذوق میکنه، خوشحال سپاس، خدایا شکرت این اومد، این شد، این فلان شد. بعد یه چیزی از این بر خارج میشه از زندگیش، دیگه خدا رو شکر نمیگه، براش عزا میگیره. و شاید ناراحت کننده تر از اون اینه که طرف میاد به من میگه که مثلا میگم داره داستانی رو نقل میکنه، اینو به دست آوردم، اونو به دست آوردم، به این رسیدم، به اون رسیدم، فقط میدونه چیه، مثلا اونجا فلان چیزه از دست رفت، من میگم خدا رو شکر. استاد از دست دادم و میگم خب خدا رو شکر. من مریض شدم، خدا رو شکر. ضرر دیدم، خدا رو شکر. استاد خوشحالی؟ یعنی چی خدا رو شکر؟ میگم نه خوشحال قرار نیست باشم ولی خدای شکره. خدا رو شکر. خدا رو شکر برای همه چیز، هر چه که هست، هر چه که می آید و هر چه که می رود. خدای شکر یه طرفه که نداریم. تسلیم بودن به این معناست که من تسلیم مطلق خداوند، تسلیم تمام رخدادها، تسلیم تمام اتفاقات و شرایط، چه در دنیای بیرون خودم، در دنیای بیرون جامعه. من تسلیم کامل شرایط هستم. هرچه آمد خدایا شکر، هرچه رفت خدایا شکر. و اگر شما داری داستانی رو تعریف میکنی به من دوست نداری بهت بگم خدایا شکرت، انگاری که مثلا میگه من مریضم میگم خدایا شکر. استاد خوشحالی؟ نه خوشحال شاید نباشم ولی خدایا شکر. من حالم خوب نیست، خدایا شکر. من حالم خوب نیست، تو ناراحت، تو خوشحالی استاد؟ نه من خوشحال نیستم. پس چرا میگی خدایا شکر؟ خب چی بگم خدایا کفره؟ بگم 4 تا فحش به خدا بدم خیالت راحت بشه؟ میبینید هممون یه تفکر این شکلی داریم، رایج هم هست تو جامعه، رایج هم هست. یعنی بچه‌ها اگر قصدتون فهمیدن هست، درک کردن هست، این عبارت ها اینا کلیدایی هست که حالا بهشون نمیرسید تو زندگی ها، تو عمل ها. من دارم اینجا تو فایل رایگان به شما میگم اینا شاه کلیدن تو زندگی. اینا کلیدایی هستن که در رحمت الهی رو به روی شما باز میکنن، در آگاهی رو باز میکنن، در آرامش رو تو زندگی شما باز میکنن. من دارم اینجا صحبت میکنم که آقا اگر صحبت ایمان میکنی، ایمان معنایش این است که هرچه آمد خوش آمد، هرچه رفت خوش رفت.
من اجازه میدهم چیزهایی که سهم من هست بیاید، چیزهایی که سهم من نیست از زندگی من برود. خیلی چیزهایی که من دست و پا میکنم بیارم سهم من نیستن. من اگه دارم دست و پا میزنن مال من نیستن. اگر مال من باشن، من تسلیم باشم، بدون دست و پا زدن میان. و خیلی چیزهایی هم که دست و پا میزنم نگه دارم هم مال من نیستن، و الا من دست و پا نمیزدم. من اگر تسلیم باشم اون چیزی که باید بره میره، و اگر تصمیم دارم اینو نگه دارم، سعی دارم اینو نگه دارم، این تنش میاره، ناآرامی میاره. بودن هست، وجود داره، من چسبیدم بهش، ولی بودنش آرامش به من نمیده، داره آرامش منو میگیره. چرا؟ چون باید بره و من اجازه رفتن رو بهش نمیدم. چون اجازه رفتن رو نمیدم، این میتونه سبب مریضی بشه، سبب بیماری بشه، سبب تنش بشه تو زندگی من. خیلی از داشته‌های ما این حالتی هستند. وقت رفتنشونه، مال رفتنشونه، باید برن، چیز جدید بیاد وارد بشه. ما چیز جدیده رو میخوایم، چیز قدیمیه رو نمیخوایم، یعنی رفتن رو چسبیدیم بهش. بنابراین تا من این چسبیدن رو ادامه میدم، اینو دارم اما باعث آرامش نیست. آدمه رو تو زندگیم دارم، به خاطر ترسام، به خاطر کم ایمانیم آدمه رو دارم، شریک زندگیم هست، دارمش، نگهش دارم، چسبیدم بهش، ولی آرامش که به من نمیده، فقط عذابه. رنجاش مال منه، سختیاش مال منه، مشکلاتش مال منه. چرا؟ چون نمیتونم دستامو باز کنم، بذارم اجازه بدم بره. کسب و کاری هست داره منو آزار میده، تو حوزه‌ای وارد شدم داره منو آزار، نگهش داشتم، سعی در نگه داشتنش دارم، اما نگه داشتنش برام رنج، آزاره. تو فرزند ما همین حالت رو داریم. فرزندی رو داریم اینجوری گرفتیمش ولی آزادش نمیذاریم بره. رنج، عذاب، درد، اینو اگر آزادش کنیم هم خودمون راحت میشه، هم اون آزاد میشه، میره راهشو پیدا میکنه. حالا اگر به مشکلم بخوره، اگه مسئله هم براش پیش بیاد، روزای سختم بگذرونه، ولی میره راهشو پیدا میکنه. ولی من وقتی چسبیدم اینو نگه داشتم، اگر موجودی باشه مثل فرزند، یعنی انسان باشه، من دارم اونو عذاب میدم، خودم هم عذاب میدم. وقتی من دستامو باز میکنم، آزاد میکنم، اون پرواز میکنه، راحت میشه، آزاد میشه، خود منم آزاد میشم. و این چسبندگی ها ایمان اسمش، یعنی عدم چسبندگی، عدم دلبستگی، عدم وابستگی. ایمان معناش اینه. در عمل چه کاری؟ در عمل کجایی کاری؟ اینکه تو بخوای همه چیزو فقط برای خودت بخوای و خروجی نداشته باشی، همه رو بخوای نگه داری، اینکه تلاش میکنی دست و پا میزنی یه چیزی که مال تو نیست بیاری تو زندگی، دست و پا میزنی یه چیزی مال تو نیست نره از زندگیت بیرون، این معناش ایمان نیست، این معناش تسلیم بودن نیست. تسلیم کسی هست که شرایط رو میپذیرد، هر چی هست، هر چی رخ بده فقط نگاه میکنه، میپذیره. خوب، بد، البته که بگم بدی وجود نداره، این خوب و بد و اینا داستانایی که ما بد میدونیم، خوب میدونیم، بد وجود نداره، خوبم وجود نداره. خیلی چیزا هست که الان تو ذهن من خوبه، برای شما شاید سم باشه، نه اینکه بد باشه، شاید سم باشه. حرفای من خیلیش برای شما الان با ذهنیت شما، با پذیرش شما شاید خیلی بد، خیلی سمی، خیلی نمیدونم، خیلی کفر، چه میدونم، همه چیز شما میتونی بهش بزنی. اون برچسبی که شما میزنی واقعیت نداره. واقعیت این حرف‌ها، این کلام‌ها، آنچه من دارم صحبت میکنم، واقعیت آنچه داره رخ میده. نه بده نه خوبه. حرفای من نه بدن نه خوبن. شما اگر بد میدونید، خب ذهنیتتون طوریه، برچسب بد میزنید. یک کسی میگه دمت گرم چی گفتی، یک کسی هم میگه 4 تا فحش میده، میگه دوباره چی گفتی. خب این که یکی میگه بد، یکی میگه خوب، اصل جنس رو عوض نمیکنه. جنسی که مثلا فرض کن مرغوبه، خب حالا شما بیا بزن برچسب خوب روی این، فرقی با حال اون مرغوبیت نمیکنه. بزن برچسب خیلی خیلی عالی، بازم فرقی نمیکنه. اون همون مقداری که مرغوب هست رخداد همون قدری که معنا داره. این که شما میای معنای بد بهش میزنی، براتون بد میشه اما خداوند همه چیز میشود همه کس رو. میای برچسب خوب میزنی، خوب میشه. بنابراین دنیا، سیستم دنیا چیز بدی نداره، یعنی هر چه رخ میده خوبه، در واقع هر چه رخ میده برای شدنه، برای بهتر شدنه، برای آشکار شدنه، برای بیشتر شدنه. همه چیز برای شدنه. پس آنچه که ما بد میدونیم، این بدیه که ما میچسبونیم روی موضوعی، روی اتفاقی، روی مسئله‌ای،
حالا کسی رو از دست میدیم، چیزی رو از دست میدیم، میبازیم تو زندگی، یا صحنه پیش میاد تصادفی میشه، ما برچسب بد میزنیم. در واقع بد نیست. این موضوع رو در سالهای بعد متوجه میشویم احتمالاً. مثلا 10 سال بعد میفهمیم 10 سال پیش فلان اتفاق بد افتاد که من خیلی ناراحت شدم، چقدر خوب بود. یعنی من میخوام بگم بد نبوده، از همون روزم بد نبوده، نگاه شما در اون روز بد بوده. چرا؟ چون از آیندهش خبر نداشتید، نمیدونست این بده به کجا ربط داره. برای 10 سال بعدت این بده خوبه، این مریضیه برای 5 سال بعدت خوبه، این ورشکستگی برای 7 سال بعدت خوبه. یعنی 7 سال بعد نتیجه این میاره که برمیگرده میگه چقدر خوب شد من ورشکست شدم. یک کسی کلاه سرت گذاشته، خیانت کرده، مسئله درست کرده، الان بدش میدونی. این بدی که میدونی الان تو بدش میدونی، چون درکی ازش نداری، چون نمیتونی وصلش کنی به آینده، چون از آینده خبر نداری. آینده جوری رقم میخورد که به این گذشته ربط دارد و آینده هر روز داره بهتر میشه. تو داری کاملتر میشی، بهتر میشی، پیشرفت میکنی. این پیشرفت‌های آینده به اون پسرفت‌ها و اون ضرر زیان‌های گذشته ربط دارن و اونا میشن تخم بعض سبب آینده میشن و این سبب‌ها رو ما بعد میدونیم. این سبب آینده است، مسبب آینده است، مخلوق آینده است، در واقع خالق آینده است، خالق آینده است. و چون درکی نداریم میام اینو بد معنا میکنیم، بد تعبیر میکنیم. پس بدی وجود نداره. پس اگر شما میای چیزی رو تعریف میکنی میگم خدایا شکره، اولا که خدایا شکرت به این جهت که هر چه بدی خیر، مثلا شری وجود نداره، همه چیز خیر. دوم خدایا شکرت به این معنا که اگر اتفاقی افتاده که تو فکر میکنی خیلی بده، بدتر از اونم هست. یعنی هر اتفاقی که شما فکر میکنید خیلی 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 سخت و بده، الان براتون رخ داده، غیر قابل پذیرش هست براتون، من اطمینان بهتون میدم که میتونه 1000 بار هم از این سخت‌تر باشه، 1000 بار هم از این بدتر باشه، 1000 بار هم جریمش، هزینه‌اش از اینی که هست بدتر و بیشتر باشه. میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ آره میتونه باشه. میتونه باشه دیگه. اگر میتونه باشه الان از 1000 تا یکیش اتفاق افتاده. پس هنر اون کسی داره که همین الان میتونه این رو درک کنه، برای 999 بار شدیدترش که رخ نداده خداوند سپاس گذاره. یکیشو بذار کنار. ما نمیگیم توجه تو باید تو شرایط سخت بذار رو چیزای خوب. الان شرایط سخته، یه چیز بده، 999 تا خوب داره، خوبایی که تو ازشون خبر نداری ولی میتونستم الان تبدیل به بد بشم. 1000 بار اگه شدت این اتفاق رو بیشتر کنی بازم 1000 تا بیشتر هم میشه، نه از اونم دوباره 1000 تا بیشتر میشه. حالا ما میگیم 1000 بار بدتر، 999 تاشو خدا بهت ارفاق کرد، بابت اون خدای شکر. دم بابت یه اتفاق بدی افتاده، بابت 999 تایی که میتونست بیفته نیفتاد. اینجوری به مسائل نگاه کنید، تمام خستگیاتون رفت میشه، تمام مسائل زندگی، تلخی زندگی میشن شکلات زندگی. تمام اون چیزی که شما ناراحتی میدونی همیشه شدت بیشتر هم داره، درجه سوزانتر هم داره. پس اگر هنوز رو درجه سوزانتر نیست، خدای شکر برای اون قسمتی که سوزانتره و الان تو به من رحم کرده، نه برای این قسمتی که الان داره یه ذره گرمم میکنه، یه ذره داغم کرده، یه ذره اذیتم میکنه. برای این قسمت نه، من برای اون قسمتی که میتونست عذاب بیشتری به من بده و نداده سپاسگزارم. خیلی ممنونم که پیچو اینجا بستی، پیچو رو 40 درجه گرما بستی، من دارم عرق میریزم ولی هنوز نمیسوزم. خدای شکرت. اینجوری به مسائل نگاه کنید، نه تا یه چیزی یه جایتون یه ذره درد اومد فوراً اصلا یک کسی هم میگه خدای شکر خوشحالی، من خدای شکر. نه، من الان میام فوش میدم به خدا که چرا برای این موضوع پیش اومد. یعنی همچین سیستم فکری هم داریم. خب به قدر ایمان تو کارگشا میشود. امیدوارم که این فایل خیلی خوب در بیاد که داره میاد و اگر چند قسمت بشه خوردش میکنم، سریال امپراتوری اش میذارم، همتون برید انشالله لذت ببرید، ادامه بدید این فایل رو. در واقع همین شعر رو میخوایم ببینیم چند جلسه میشه و چقدر میشه از توش مطلب در آورد و صحبت کرد.